چسبیده ها؟ ای بیچی باشه. وای فای رو خاموش کردیم، ایسا گیرون کردیم. باز ساز شد. سلام با همه. کوزر چخیلای؟ یاسمین سلام یک بار دیگه. و علیکم سلام، خوش آمد یاسمین جان. گلکسی استاد افیر ساز شد. کوزر چخیلای سازه افیر؟ مونیکای و درس آلمانی راستی حاضرش ایچی افیر ساز شد. دسترخوان زیبا یاسمین جهان نویسین، یعنی ساز رنگ یکی چسبیدگی در این چیز کامپیوتر. الو با چسب چی؟ از همه شما معذرت میخواهیم برای یعنی خلل وارد شدن در این سیویاز. مثلا دیگر از دستمون کاری نمیآید، یعنی افیر چرا وای فای خاموش کردیم، ایسا گیرون کردیم، تلفنم خاموش کردیم، ایسا گیرون کردیم. دیگر نمیدونم مشکل در چی باشد. دوستانی عزیز، اگر افیر چسبیده باشه خوب معذرت میخواهیم. افیر قطع میکنیم، دیگر در دست ما کاری نمیآید. یعنی ما خاموش کردیم، هم تلفن هم وای فای ایسا گیرون کردیم. چیز بهبودی نشده است به فکرم. آوازی ما رفته باشه. اگر باشین همینجا، اگر صوت شده باشه یک هی بگین. اگر یگان جواب نامد فهمیده میشه که افیر مثل پیشتر چسبیده است. پس قطع میکنیم. بلکسی استاد تمام افیر ساز شد. دلشاد تجی استاد قطع نکنین، ساز شد. بهترین خیلی خیلی ساز شد. آواز هست. بله خب بهترین قریب مونده بود که قطع کنم افیره. خب جمله سهیم کار کردیم. میگذاریم به جمله چهارم. در اینجا میگوید Anna talk read. خب Anna رو نیو کنیم. در اینجا چوکه است Anna. Anna اینجا جمله یکم انکاری است، جمله دوم تصدیقی است. 4 رقم 4 رو کار کنیم خیلی باشد. اگر آواز رفته است باشه افیر ساز باشه، پس رقم 4 رو کار میکنیم. رقم 4 مدار تجسترامو. السلام علیکم. و علیکم سلام، خوش آمدین. افایسترامو آیشه گل آیشه سلام زد. و علیکم سلام، خوش آمدین. خب رقم 4 رو یکون کس هست کار کند. رقم 4. خب Anna is not talking
to brain یعنی Anna با همراهی brain گپ نزده ایستاده است. خب لکسی Anna isn't talking to brain she's reading a book. بله درسته. لکسی جواب درست. دلشو تجه Anna isn't talking to brain she's reading a book. بله درسته. رقم 4 تمام. رقم 5 the cat. رقم 5 یعنی گربه چوکای سمت اینجا گربه یعنی در تنه درخت climb یعنی climb یعنی چی میگم برآمده ایستاده است در تنه درخت پریده ایستاده است. the cat is کوی همون کس هست. رقم 5 آیشه گل آیشه استاد افیر عربی هم همین خیل نمیکنین. من جواب دادنی بودم به سوال ها. حاضرش عربی ها را پریمیر کرده استیم. خب عربی را حاضر راستی نیاد نداریم برای افیر کردن. حاضر این زمان انگلیسی، بعد از انگلیسی ترکی، بعد از ترکی روسی، بعد با میبینیم کدام زبان در نوبت باشه. The cat isn't sleeping under the tree, it's climbing the tree. اوکی. خب ایشم جوابش یافت. میگذاریم بعد تمرین رقم 5 کارکی sleep یعنی همه جمله های سوالی است. پس همین جمله ها را در زمانی حاضره دوامدار چگونه جمله سوالی میسازیم. مثلا is Corky sleeping. is Corky sleeping آیا کارکی خواب است. و در اینجا رقم 2 Zoe look at the birds یعنی is Zoe looking at the birds آیا زوی به پرنده ها نگاه دارد. yes مثلا yes she is مثلا. right اینجا نخوندیم. look at the picture in the exercise 4 write questions and answer یعنی سوال و جواب ها رو نویسید. The cat drinking milk یعنی is the cat drinking milk. No it isn't. No it isn't. خب دلشو تجه is I look at the birds. Yes she is. Al-Akhirat teacher I am so sorry my customer called me I went out. Okay welcome Al-Akhirat. دسترخوان زیبا سلام خوش باشین. خب رقمی 4 brain listen to music. Is brain listening to music? Yes he is. Yankee no he isn't. Anna do her homework. Is Anna doing her homework? و Anna وظیفه خانگیش رو انجام داده ایستاده است. Wiki playing basketball. Is Wiki playing basketball آیا ویکی بسکتبال بازی دارد. خب رقم 6 رو دیده ایستاده. اگر دیده باشین همین رو چک کنین اسکرین شات کنین وظیفه خانگی. در اینجا میگه read the answers then write the question یعنی جواب ها رو خوانید سپس سوال ها رو نویسید. اول اینها رو میخونیم یعنی they are playing in the park. Where are they playing اونها در کجا بازی کردن. they are playing in the park اونها در باغ بازی کردن. یعنی اول جواب ها رو بخونین بعد سوال گذارین. خب ادبیات hocam Farsçayı nasıl öğrenirsem bana yardımcı olur musunuz? Edebiyat kardeşim benim kanalımda bir playlist var. Orada yani Farsça var. Farsça öğrenebilirsiniz oradan. Ama o Farsça yani nasıl söyleyeceğim? Tacikçe biliyorsunuz. Siz Tacikçe biliyorsanız yani نویادگیران için نیم تاجیکی نیم ترکی
Daha doğrusu hangi kitaptan. Şu an bilmiyorum hangi kitaptan. Yani ben kendimden onu yapıyorum. Xo'p. Man inglizce hiç yod nagiriftaysam. Edebiyat kardeşim, sen nerelisin? Who are listening to music? Who are listening to music? Assalamu alaikum. Alaikum salam. Hoş geldin hepinize. Good night teacher. See you to the next lesson. Okay, goodbye. Evet. خب ایوی دسترخوان پرداخت گفت درس نیست چی ششم لایک. خب دوستان گرامی، این وظیفه خانگی است. این رو کار کنید و در اینجا افیر امروزه را قطع میکنیم. به خاطر که ساعت 10 من چی موندگیم، پریمیر موندگیم وای باز سر می شود. Edebiyat, ben Özbekistanlıyım kardeşim. Hoş geldiniz kardeşim. Dersi بهترین. سلامت باشین یاسمین جان. خب به همتون تشکر زیاد. خداحافظی میکنیم باز تا درسی آینده، یعنی فردا ساعت 9 باز آغاز میکنیم به وقت مسکو. استاد خوب هستین ان شاء الله. مکس سازین تینجا ان شاء الله. بله خوب هستیم، شکر خدا. شما خوبین؟ تینجا نفر 15 آباد باشین استاد، سلامت باشین. خب دیگر درس ختم میکنیم. معذرت زیاد دوستان گرامی که این درس یک کمی مشکلات در اینترنت بود و از فردا باز دوام میدیم ان شاء الله. ای مردم بیدار، پناهتان به خدا، تا دیدن دیدار پناهتان به خدا. خدا نگهدارتان باشه، موفق و مؤید سربلند باشین.